اگه میخوای باتری صفر روز من بیفته، این ترفندی که میگم رو انجام نده. از اونجایی که این وی پی ان لعنتی همیشه روشنه، روی سلامت باتری خیلی تاثیر میذاره. بریم بهتون ترفند خفن بگم که هر موقع از وی پی ان استفاده داشتید، خودش هم اتوماتیک روشن شه و هر موقع کارتون تموم شد اتوماتیک خاموش شه بدون اینکه اصلا شما دست بزنید. اپ شورتکات رو باز کنید، روی به علاوه بزنید و اینجا سرچ کنید وی پی ان. روی گزینه ست وی پی ان بزنید و گزینه اولی روی کانکت، گزینه دومی هم وی پی ان مد نظرتون انتخاب کنید. حالا اینجا روی گزینه دان. حالا همین حرکتی که انجام دادید و یه بار دیگه انجام بدید، فقط این سری به جای کانکت بذارید روی دیسکانکت. حالا برید توی قسمت اتوماسیون، اینجا به علاوه رو بزنید و قسمت اپ رو باز کنید. اینجا اپلیکیشن‌های مد نظرتون که نیاز به وی پی ان داره رو روشن کنید. این گزینه رو بذارید روی ایز اوپن، بعدش این تیک دومم بزنید. حالا روی گزینه نکست، حالا شورتکاتی که برای وصل شدن وی پی ان ساختیم رو باز می‌کنیم، روی به علاوه میزنیم. حالا بازم اپلیکیشن‌های مد نظرمون رو انتخاب می‌کنیم. حالا این سری بذارید روی ایز کلوزد و تب دوم رو روشن کنید. حالا شورتکاتی که برای دیسکانکت ساخته بودیم رو انتخاب می‌کنیم.